پدرم فریدون نوزاد در 6 بهمن 1301 به دنیا اومدن. اولین کتابی رو که به چاپ رسوندن نمایشنامه‌ای بوده به نام در راه مکه یا شهادت خواجه نظام الملک تو دهه 20. این نمایشنامه اجرا شده و هنرپیشگان پیروز برای اولین بار اینو به اجرا در آوردن. سالنامه کوتاهی است، سالنامه هنر که مختصری از تاریخچه تئاتر گیلان آورده پدر، افرادی از که در تئاتر اون زمان کار میکردن رو معرفی کرده. این هم بازم دهه 20 چاپ شده. قبل از انقلاب این 2 کتاب از پدر چاپ شده و تعداد زیادی مقاله. پس از انقلاب اولین کاری که از پدر به چاپ رسید تاریخ نمایش در گیلان بود و هنوز هم یکی از پایه‌های کار در مورد تئاتر و نمایشنامه است. کار دیگری که فریدون نوزاد چاپ کرد 40 تیکه بود، از ابتدا تا انتهای کتاب به زبان گیلکی، شرح حال شاعرها و شعرهایی از شاعرها به زبان گیلکی. شرح حال ها همه به گیلکیه و شعرها هم همینطور. بعد از اون محسی نامه رو چاپ کردن که به چاپ دوم رسید. انتشارات موقوفات دکتر افشار نامه‌های خان احمد خان گیلانی رو از فریدون نوزاد به چاپ رسون. یکی دیگه از کارهای بسیار مهم پدر تاریخ جراید و مجلات گیلان که به صورت بسیار کاملی در اومده و اگر محققی باز هم بخواد در مورد جراید و مجلات کار کنه، جراید و مجلات گیلان کار کنه، لاجرم به این کار نیاز داره. هرچند اشتباهاتی هم داره، کمبودهایی هم داره، کار بدون کمبود نیست هیچ وقت. همایش بازشناسی نهضت جنگل که اولین شورای شهر رشت اونو برگزار کرد، یک سری کتاب چاپ کرد. یکی از اون کتاب‌ها نقش احسان الله خان در نهضت جنگل بود. این هم کاری از فریدون نوزاده که بعد از مدتی به چاپ دومم رسید. در همین سلسله همایش یک مجموعه اسناد نهضت جنگل به چاپ رسید. البته این به نام پدر نیست، ولی اسنادی از نهضت جنگل رو قرار بود تعدادی از بزرگان کار کنن و بازخوانی کنن. متاسفانه همشون پاپس کشیدن به عللی و پدر ادامه داد و این کار چاپ شد. تصحیح و تحشیه بر نگاهی تازه به مشروطه در گیلان از انوشیروان نعیمی اکبر که پدر کار کردن. سوگند و سوگندنامه‌هایی از ادب فارسی است. ببینین سوگندنامه یکی از چیزهایی که در تاریخ ادبیات ما موجوده. بیشترش به صورت شعر، نثر هم موجوده. پدر تعدادی از اونها رو جمع‌آوری کرده. کتاب گنجینه است که به همراه دکتر فائق چاپ کردن. شرح حال و شعرهایی از گیلانی هاست به زبان فارسی. نخستین شاعری که اینجا معرفی شده آقای صبوریه که برمیگرده به زمان مشروطه، تقریبا قبل از مشروطه و زمان قاجار. کتابی به همراه دکتر عبدالکریم گلشنی چاپ کردن به نام گرانی و کمبود برنج در وقایع شهریور 1320. تنظیم و مقدمه و بررسی آثار احمد علی خان صوفی سیاوش رو دیوانشون برگ‌های سبز انجام دادن. الکساندر خودسکو سیاستمدار روسی که در گیلان بود نامه‌هایی داشت و نامه‌هایی بهش موجود بود.
این نامه ها رو جمع‌آوری شد توسط پدرم فریدون نوزاد و آقای علی امیری بازخوانی و به چاپ رسید. و مهمترین کار پدر که امیدواریم در سال جاری به چاپ دوم برسه، کتاب گیلگب فرهنگ گیلکی فارسی، چاپ اولش رو دانشگاه گیلان به چاپ رسوند در سال 1381. در کمتر از یک سال تعدادش از بین تموم شد و موجود نیست در بازار. همون زمان پدر تقاضای چاپ دوم کردن که با توجه به اینکه لغاتی رو میخواستن حذف کنن اجازه ندادند و موند. چرا میخواستن حذف کنن؟ مثلا چه لغاتی؟ ببینین ما یک سری لغت داریم که شاید بی‌ادبی باشه، ولی لغاتیه که زبان ماست. مگر در فرهنگ دهخدا این لغات موجود نیست؟ مگه در فرهنگ معین این لغات موجود نیست؟ اینا رو نمیشه حذف کرد. لغاتیه. بدن هر انسانی یک سری جواره و اینا اعضا داره، اینا باید اسامیشون باشه، اسامی گیلکیشون باید باشه. تمام شد و رفت. از پدر کتابی به چاپ رسیده به کوشش آقای علی امیری به نام گفته‌های ناتمام که حاصل 6 جلسه مصاحبه با ایشونه و آقای فرامرز طالبی جشننامه ای رو برای پدر به نام جشننامه استاد فریدون نوزاد به چاپ رسوندن. البته در زمان حیاتشون بود، سال 1394، یک سال قبل از درگذشتشون. اینا تقریبا اکثر کارهاییه که از پدر به چاپ رسیده به انضمام کتاب 3 شاعر شهید نهضت جنگل که مقالاتی از ایشون و جمع‌آوری کردم و به چاپ رسوندم. این کارهای پدره.